از مشکلات اساسی این روزهای بچه‌ای که میخوان مهاجرت کنن اینه که آزمونای سطح B2 رو که میخوان امتحان بدن، مخصوصا گوته، یکی اینکه تو ثبت نام مشکل برمیخورن و خب پای دلال میاد وسط. یکی هم این که خب تایم برگزاری امتحان ها طولانیه، یعنی هر 3 ماه گوته داره امتحان برگزار میکنه، هر 3-4 ماه. و عملا اگر کسی هر تایلی رو قبول نشه باید 3-4 ماه وایسه و دوباره اگر بتونه ثبت نام کنه و دوباره امتحان بده. یه جدیدن یه آزمونی اومده توی ایران، آزمون ECL. آزمون ECL چیه؟ آزمون ECL یه آزمون کاملا معتبر توی اروپاه. من توی این ویدیو سعی کردم تجربه یکی از دوستانی که این آزمون رو داده رو و زحمت کشیده برای من با وایس 0 تا 100 این آزمون رو توضیح داده رو با صدای خودش براتون بذارم، چون انقدر قشنگ توضیح داده بود گفتم بذارم صدای خودش باشه. توضیحاتش انقدر تکمیل و قشنگ بود که شما هر سوالی توی ذهن در مورد این آزمون داشته باشی میتونی توی این ویدیو جوابش رو بگیری. سلام، من متینم، به کانال یوتیوب من خوش اومدی. مرسی که کانالم رو دنبال میکنی. اگر از این ویدیو خوشت اومد ممنون میشم نظرتو بنویسی. تو هم اگر سوالی در مورد این آزمون داری زیر همین ویدیو برام بنویس، سعی میکنم جواب بدم بهشون. تو این ویدیو سوال هایی که من از این دوستمون پرسیدم و جواب داده در مورد برگزاری آزمون، منابع آزمون، اعتبار آزمون و چه جاهای این مدرکش معتبره برای سفارت، برای دانشگاه، برای آوسبیلدونگ، برای کاری، برای هر چیزی که فکرشو کنین، منابع آزمونی، تاریخ‌های برگزاری آزمون و خیلی از آپشن های دیگه ای که این آزمون داره. و به نظر من خودم، نظر شخصی، نسبت به آزمون های گوته راحت تره و آدم خب میتونه این آزمون رو قبول بشه و به راحتی. و یه خوبی این آزمون داره اینه که پارتنرش به قشن تو خودت انتخاب میکنی. خب من توی ادامه ویدیو وایس های دوست عزیزمون رو براتون میذارم تا آخرین ویدیو رو ببینید. مطمئنم هر سوالی که در مورد این آزمون داشته باشین توی این ویدیو جوابش رو میگیرید. سلام، وقتتون بخیر. یه سری اطلاعات در مورد آزمون ECL قرار بود بر شما بفرستیم. باید بگم که این آزمون تقریبا از تمام آزمونهای دیگه‌ای که داره برگزار میشه، از تلک، OSD، گوته، تقریبا از تمام اینا معتبرتره، چون کلا این آزمون زیر مجموعه آلته هستش و میدونید که تمام آزمونهایی که برگزار میشه برای اعتبارشون باید مهر آلته داشته باشن و این آزمون کلا خودش زیر نظر آلته است و کلا یک مؤسسه‌ای هستش که در سطح اروپا، یعنی تمام زبان‌های اروپایی رو ساپورت میکنه و برای تمام سطح اروپا، حتی توی یه سری ایالت‌ها مثلا مثل بایرن و اینا، معتبر آزمونش و هیچ مشکلی با این آزمون ندارن. و تازه چون داخل ایران اومده هنوز یک ذره ناشناخته است، ولی خب اگر بخواین راجبش تحقیق کنید خیلی آزمون معتبری هست. شما میتونید PDF ویزوم هندبوک رو دانلود کنید. داخل این PDF میگه که تمام آزمونایی که تحت نظر آلته هستن و خب نام میبره از آزمون ها که گفتم ECL خودش کلا زیر مجموعه مؤسسه آلته هستش، میگه برای تحصیلی، کاری و آوسبیلدون کاملا معتبر هستن. جوری که خودشون داخل سمینارشون اعلام کردن، بچه هایی بودن که با آوسبیلدونگ، با این مدرک زبان ویزا شدن، با تحصیلی هم ویزا شدن. حالا آوسبیلدونگ و حالا جاب آفر و اینا خب خیلی راحته، ولی خب تحصیلی باز بحثش یه ذره جداییه. تحصیلی با ECL ویزا میشن، ولی ویزای موقت، یعنی مشروط، در اصل ویزای مشروط میشن. وارد اون کشور که بشن، خود اون دانشگاه دوباره یه سری مؤسسه ها رو بهشون اعلام میکنه، چون دانشگاه با دانشگاه فرق میکنه. یه سری مؤسسه رو برای آزمون دادن بهشون اعلام میکنه، یعنی اینجوریه که میتونن مدرک ECL رو اینجا بگیرن، ویزا بشن، وارد اون کشور بشن و با توجه به مؤسسه‌ای که خود دانشگاهشون اعلام کرده داخل کشور، مثلا آلمان،
با توجه به مؤسسه‌ای که خود دانشگاه اعلام کرده برن اونجا آزمون زبانشون رو بدن، یعنی با ECL ویزا میشن، هیچ مشکلی نداره از بابت تحصیلی. آوسبیلدونگ و کاری هم که تمام خب کارفرماها مدرکش رو قبول دارن، سفارت مدرکش رو قبول داره. میگم داخل ویزوم هندبوک همه اینا نوشته شده، فکر میکنم صفحه 400 خورده ایش باشه، 442 یا 49، بین 42 تا 49 اینا همش نوشته شده که که این مدرک کاملا معتبره، هم معتبر سفارته و اینکه این مدرکی نیستش که مثلا بگیم فقط واسه زبان آلمانی داره ارائه میشه، نه، واسه تمام زبانهای اروپایی و حتی زبان روسی هم من میدونم که این مدرک داره ارائه میشه. این که از اعتبار سنجیش یعنی کاملا معتبره، هیچ مشکلی نداره. ولی خب میگم چون داخل ایران یک ذره جدیده، یه ذره همه یه ذره ترس و وحشت دارن، ولی از طرفی چون که زیر نظر خود مؤسسه آلته اومده، حالا نمایندگیش داخل ایران زده شده و اینا، کلا این خیلی معتبرتر از بقیه آزمون‌های دیگه است که داره داخل ایران برگزار میشه. یک این و میرسیم اینجا اصلا به خود آزمونش و نحوه برگزاریش. باید بگم که نحوه برگزاریش اینه که تو ماهای زوج میلادی برگزار میشه و شما 1 ماه تمام تایم ثبت نام دارید. مثلا آزمونی که داره نوامبر برگزار میشه، شما از اکتبر براش وقت ثبت نام دارین، به مدت 1 ماه تمام سایت بازه و اینکه مثلا مثل آزمونای دیگه نیستش که بگیم خب مثلا 300 نفر جا دارن، این 300 نفر پر شد، نه اصلا اینجوری نیستش. هر تعداد نفری که داخل این آزمون ثبت نام میکنن، مؤسسه موظف جاشو بزرگتر کنه. مثلا اگر 20 نفر باشن به اندازه 20 نفر، اگر 1000 نفر باشن به اندازه 1000 نفر صندلی و شرایط برگزاری آزمونو داره و این وسط خب دیگه هزینه دلال کامل حذف میشه. مثل بقیه آزمونا که تو باید هزینه دلال بدی رسما نیست و یک ثبت نامیه که خودت کاملا انجامش میدی و خیلی عالیه به نظر من این گزینه‌ای که محدودیت تعدادم نداره. یعنی اینکه هر تعدادی که ثبت نام بکنن ECL موظفه که به نسبت همون تعداد جا تهیه کنه، شرایط آزمون تهیه کنه، صندلی تهیه کنه و خیلی شرایط دیگه که به نظرم این مهمترین پوانیه که نسبت به بقیه آزمونا داره میده. شرایط ثبت نامش خیلی خوبه و اینکه یکی دیگه از پوانایی که به نظر من خیلی خوب بود اینه که تو خودت پارتنر اشپیغیشن تو انتخاب میکنی. یعنی اینطوریه که هر کسی که تو اسم بدی داخل سایت میتونه پارتنر اشپیغیشن تو بشه و حتی اگر پارتنرم نداشته باشی میان خودشون یک پارتنر برای شما انتخاب میکنن و تقریبا 1 ماه قبل از برگزاری آزمون پارتنرها رو به هم معرفی میکنن که اونا بتونن با هم مراوده داشته باشن، با هم صحبت کنن و قشنگ شرایط دستشون بیاد، یعنی بدون هیچ استرسی برن واسه امتحان اشپیغیشنشون. و مهمتر از همه اینکه امتحان اشپیغیشن به فاصله تقریبا 1 روز از امتحانات کتبی برگزار میشه، یا روز قبل یا روز بعدش و به نظرم این خیلی خوبه، مخصوصا بچه‌هایی که مثلا شهرهای دیگه میان براشون خب خیلی پوان خوبی میشه دیگه. این تا اینجا مثلا شرایط ثبت نام و شرایط برگزاری آزمونش و اینا بودش که به نظرم خیلی نسبت به آزمونهای دیگه بهتر و عالی تره و خیلی دارن پوان به بچه‌ها میدن و آزمونا نمیشه گفتش که مثلا از فلان آزمون آسون تره، نه، اینم سطح خودشو داره ولی مرتب تر از بقیه آزمونا برگزار میشه. یعنی به چه شکله؟ یعنی کلن مثلا توی سطح B2 کلن 21 تم داره که رو این 21 تم اصلا به تو اعلام میکنه توی منابعش که در آخر منابع رو بهتون میگم. این 21 تم رو براتون اعلام میکنه و کلا راجع به این 21 تمه، یعنی چه لزن، چه حقن، چه شقایبن، چه اشپیغیشنش
کاملا رو این 21 تم مانور میده و تم کل آزمون هم یکیه. یعنی مثلا اگر تم راجبه بسیهونگه، یعنی راجبه مثلا ارتباط بین انسان هاست، هم لزنش در مورد این صحبت میکنه، هم هوقنش، هم شقایبنش، هم اشپقیشنش. یعنی تم کل آزمون مشخصه و کلا هم 21 تم داره. یعنی 21 تم در دسترس تو میدونی که راجب اون تما باید صحبت کنی یا بنویسی یا مثلا لزناشو حل کنی و هرچی. یکی این و اینکه باید بگم لزنش کلا 2 تا تایله، حقنش 2 تا تایله، شقایبن 2 تا تایله و اشپقیشنش رو دقیق متوجه نشدم ولی فکر می‌کنم اونم 1-2 تا تایل باشه. و اینکه خیلی راحت، حقنا کلا 2 تا تایل همش 2 بار پخش میشه و توی بخش لزنم توی تایل 1 ما یه قسمت سوالی داریم. یعنی اینجوریه که مثلا یه سری توضیحات داده و میاد، حالا من دارم در مورد B2 صحبت و اینم بگم از آیه که کلا برگزار نمیکنه، از A2 به بالای کلا سطح A1 توی آزمون نداره ECL، از A2 به بالا رو برگزار میکنه و کلا این شرایطی که دارم میگم توی تمام آزموناش یکیه. یعنی مثلا اینجوری نیست که A2 یه مدل آزمون باشه، B1 یه مدل، B2 یه مدل، C1 یه مدل. نه، مثلا این شرایطی که من دارم توضیح میدم از A2 تا C1 تمام آزمونا به همین شکله. مثلا ممکنه C1 مثلا تما یه ذره اضافه بشه، مثلا 21 بشه 27 تا تم، ولی شرایط آزمون همینه. یعنی از A2 تا B2 تا C1 لزن 2 تا تایله، حقن 2 تا تایله، شقایبن 2 تا تایله، اشپقیشنش هم 2 تا تایله، حقنش 2 بار پخش میشه و مثلا لزن که دارم در موردش توضیح میدم به عنوان مثال، لزنش کلا یه شکله. یعنی از A2 تا C1 این توضیحی که من دارم میدم واسه همه است. مثلا 2 تا تایله، یه تایل اولش یه سری سوال به شما داده و یه سری توضیحات که شما باید سوالا رو بخونی ببینی مربوط به کدوم توضیحاته. این تایل یکشه. و تایل دوش هم یک متنیه که شما باید متن رو بخونید و یک سری 10 تا سوال تو هر قسمتم، تو هر تایل از شما 10 تا سوال میپرسه. تایل 1 10 تا، تایل 2 هم 10 تا، چه حقن چه لزن هیچ فرقی نمیکنه. و این که به نظرم تایل 2 لزنش هم متنه، یه متنی رو میخونی و یه سری جای خالی داره که بعد جای خالی ها رو داخل جوابات اون 10 تا سوال پر کنی. و اینکه حقنش هم گفتم حقن هر 2 تا تایل 10 تا سوال تایل 1، 10 تا سوال تایل 2 و 2 بار پخش میشه و به نظرم خیلی خوبه. شقایبناش هر کدوم 200 کلمه است، یک دونه ایمیل، یه دونه بایتقاگه و اشپقیشنش هم فکر میکنم هلوش یه حالت دیسکوتیقنیه، یه حالت مثلا بحث و گفتگو کردن بین دو طرفه. به این شکل راجع به یه تمی بحث و گفتگو میشه، نظرها گفته میشه مثلا یا چیزای دیگه. و به نظرم خیلی خوبه و خیلی میتونه مفید باشه. اینکه آزمونا یعنی از A2 تا C1 به یه شکل برگزار میشه و قرار نیست تو هر سطحی با یه مدل آزمون مواجه شی. توی قسمت نمره دادن، نمره دهیش به این شکله که کف نمره‌ای که شما میتونید دریافت کنید 40. تو هر تایل شما 40 میتونید دریافت کنید، ولی زمانی شما مدرک ECL رو دریافت میکنید به عنوان کسی که قبول شدین، زمانی دریافت کنید که میانگین این 4 تا تایلتون از 60 پایین تر نیاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا من نوعی لزنم قویه، اشتقایبنم هم قویه، ولی حقن اشپقیشنم ضعیفه. من میتونم با اون 2 تا تایل قویم خودم رو بکشم بالا. یعنی چی؟ اونا رو سعی کنم 80 به بالا بگیرم، ولی حقن و
مثلا اشپقیشن اما میتونم مثلا بین 50-45 به بالا بگیرم و بعد میانگینی که بین این 4 تا گرفته میشه بالای 60 میشه و من اون امتحان رو قبول شدم و این خیلی خوبه. ولی باید حواسمون باشه که زیر 40 نمره دریافت نکنیم. یعنی کف نمره هر امتحان 40، ولی نمیتونید مثلا 3 تاشم 40 دریافت کنید. خب یعنی حداقل 2 تاش باید بالای 60 باشه. نمره‌ای که شما از هر مثلا بخش میگیرین، از هر ماژول میگیرین، حداقل 2 تا تایل قوی تر باید بالای 60 باشه. چون خودشون معتقدن، میگن 100% بچه‌ها نمیتونن تو همه ماژولا قوی باشن. بالاخره مثلا 2 تا ممکنه هر کسی تو یه دونه یا 2 تا ماژول مثلا ضعیف‌تر باشه. این یه همچین برنامه که تو نمره دهیش گذاشته که بچه‌ها به خاطر ضعفشون نیان، یعنی بتونن با نقاط قوتشون نقاط ضعفشون رو بپوشونن، نیان به خاطر اون نقطه ضعف بیفتن، در صورتی که این شرایط توی آزمون‌های دیگه اصلا وجود نداره. و سیستم نمره دهیشون خیلی خوب و عالیه، خیلی به نظرم خوبه این شرایط. و اینکه تو لازم نیستش که مثلا موقعی که داری ثبت نام میکنی تو هر 4 تا تایل رو ثبت نام میکنی، هر 4 تا، و هر کدوم از اینا که زیر 40 بگیری و همون یه دونه تایل رو میری دقیقا 2 ماه بعد میشه. چون گفتم که آزموناش توی ماهای زوج میلادی برگزار میشه، دقیقا 2 ماه بعدش تو میری همون یه دونه تایل رو امتحان میدی. ولی تو اگر بتونی 2 تا تایل رو خیلی قوی تر کار کنی، نمره بالا بگیری و اون 2 تایی که ضعیف تری هم دیگه زیر 40 نشی، دیگه بالای 40 بشی، خیلی میتونه بهت کمک کننده باشه. چون میانگین نمراتت وقتی بالای 60 بشه یعنی شما این آزمون رو قبول شدی. و اینکه اینم شرایط نمره دهیش هم گفتم مثلا بچه‌ها بدونن اینجوری نیستش که خب من مثلا آزمون دیگه رو دادم میدونم چقدر شرایطش بده، مثلا اصلا با یه نمره هایی تو رو میندازن، به عبارتی واقعا باید گفت انداختن، که تو اصلا تعجب میکنی مثلا با 57 یا مثلا با 59 اصلا شده که من دیدم کسی تو آزمونهای دیگه افتاده. و اینا سیستم نمره دهیشون به نظرم خیلی خوبه، خیلی خوبه. منابعش هم 3 تا کتاب دارن که حالا یکیش الان جلوی منه، اوبنونزبوخه. و اینکه این کتابا رو از خود سایت سپانو بچه ها میتونن سفارش بدن، هر کسی که میخواد. 3 تا کتابه، تو هر کتاب 7 تا آزمونه که اینا منابع نمونه آزموناشه، یعنی کلا 21 آزمونه که تو 3 تا کتاب، هر کتاب شده 7 تا. جلد 1 2 3 داره که خودشون میتونن دقیقاً سرچ کنن آموزشگاه سپانو یا سایت سپانو، از داخل سایت میتونن کتابا رو سفارش بدن. یه دونه کتاب دیگه مربوط به B2 داره که فکر میکنم یه سری لغات و اصطلاحات و اینا رو کار میکنه. اینم از منابعش که کاملا چیز مشخصیه، تعداد منابعش خیلی زیاد نیست که بچه ها نتونن کار کنن، نرسن کار کنن. منابع معقولیه و به راحتی هم قابل دسترسه، هیچ مشکلی هم برای نداره. آمادگی هر آزمون اینا میان یه سری کلاس برگزار میکنن، ولی کلاس به عبارتی میشه گفت جهانیه. یعنی خود آلته میاد این کلاسای آمادگی آزمون رو برگزار میکنه. یه سری استادای آلمانی زبان هستن که تو میای این کلاس رو آنلاین شرکت میکنی و این کلاس یه جورایی از کل، مثلا ممکنه یه نفر از هلند تو این کلاس رو شرکت کنه، چه میدونم مثلا برای آلمانی رو من دارم میگم، یه نفر مثلا از لهستان شرکت کنه، یه نفر چه میدونم از ایران باشه. یعنی از تمام کشورها میان به صورت مشترک، یک استاد آلمانی زبان میاد کلاسای آمادگی آزمون رو برگزار میکنه که میان شما رو برای آزمون آماده میکنن. فکر میکنم گفتن که 30 ساعت کلاسه، یعنی گفتن که
یا گفتن 3 جلسه است، 3 تا 4 ساعته. اینو دقیقا متوجه نشدم، ولی خب میدونید خوبیش اینه که انقدر راحت پاسخگویی میکنن. موقعی که شما تماس میگیری به آموزشگاه یا تماس میگیری با اون شخص، انقدر قشنگ راهنماییت میکنه، پرحوصله و به حرفات گوش میده، سوالاتو جواب میده، که دیگه اگر هر کس بخواد تماس بگیره واقعا هیچ ابهامی هم براش نمیمونه. حالا شاید من یه سری چیزا رو از قلم انداخته باشم یا یه سری چیزا فراموشم شده باشه، ولی خب این کلیات مثلا این آزمون بود و از نظر ببخشید، از نظر اعتبار سنجیش هم من گفتم ویزوم هندبوخ هست، حتی آوسبیلدونگ، لاندرا آوسبیلدونگ هم سایتیه که نوشته و داخل خود سایت سفارت هم نوشته، به ECL اشاره نکرده ولی نوشته آزمون‌های آلته. اون آلته‌ای که نوشته، چون ECL زیر مجموعه آلته است، یعنی آزمونش کاملا معتبره و میتونم به صراحت بگم خیلی معتبرتر از بقیه آزمون‌های دیگه است که داره برگزار میشه. حالا این کلیتش بود. بازم اگر مثلا سوالی بود یا من چیزی رو جا انداخته بودم، میتونید که مثلا حالا به من بگین، باز من اگر خاطرم باشه، چون که ما یه سمیناری رو شرکت کردیم برای فهمیدن تمام اینا، سمیناری که از سمت خودشون برگزار شده بود. حالا ممکنه من یه سری چیزا رو فراموش کرده باشم، ولی اگر سوالی هستش که در مورد اون باید صحبت میکردم و نکردم، بگین، من در خدمت.